5 تا قرص که موهاتو نجات میده. اگه میخوای ریزش مو نداشته باشی، رویش مجدد برای موهات به وجود بیاد و همچنین موهات همیشه پرپشت و خوشحالت باشه، از این 5 تا قرص هر روز استفاده کن. قبل از اینکه اسمشو بهت بگم، لطف کن این ویدیو رو لایک کن، خودت سیوش کن که توی شلوغی‌های اینستاگرام گمش نکنی و برای همه دوستاتم بفرست، چون قطعاً همشون بهش نیاز دارن. قرص اول، نور خورشید. ویتامین دی برای رشد موها ضروریه. اگه کمبودش توی بدنت وجود داشته باشه، قطعاً ریزش مو میگیری. پس برای رسوندن ویتامین دی به بدنت هر روز حداقل 15 دقیقه زیر نور خورشید باش یا از منابع طبیعی ویتامین دی مثل ماهی سالمون حتما استفاده کن. قرص دوم، خواب کافی. اگر روزانه کمتر از 6 ساعت میخوابی، قطعا هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس تو بدنت بالا میره که موجب ریزش شدید موهات میشه. روزانه حداقل بین 7 تا 8 ساعت خواب با کیفیت داشته باش که موهات دوباره به اون چرخه بازسازی برگردن. راستی حالا که تا اینجا اومدی، حتما پیجمو فالو کن. بهت قول میدم نحوه اصولی مراقبت از موهاتو حتما یاد بگیری. قرص سوم، ورزش منظمه. ورزش کردن باعث میشه گردش خون کف سرت بیشتر بشه و مواد مغذی بیشتری به ریشه موهات برسه. حتی یه پیاده روی ساده هم اگر به صورت روزانه انجام بشه، میتونه توی تقویت موهات بسیار کمک کننده باشه. قرص چهارم، تغذیه سالم. موهات برای رشد به پروتئین، آهن، زینک و ویتامین‌های گروه بی نیاز داره. غذاهای ناسالم مثل فست فودها و قندهای مصنوعی میتونه ریزش موهای شما رو تشدید بکنه. پس حتما برنامه غذاییتون رو اصلاح بکنید. قرص پنجم، استرس کم و روابط اجتماعی خوب. استرس زیاد یکی از اصلی ترین دلایل ریزش مو. با آدم‌های مثبت در ارتباط باش، مدیتیشن کن و به خودت آرامش بده. حالا تو کامنت‌ها بهم بگو ببینم چند تا از این قرص‌ها رو هر روز استفاده می‌کنی.